سرقت 88. در سال 1988 سیستم بانکداری ایالات متحده هنوز به طور کامل کامپیوتری نشده بود. روزانه شرکت‌ها میلیون‌ها دلار را تنها با یک کد تایید ساده انتقال می‌دادند. سپس از این کد برای تایید تراکنش توسط کارمند بانک دوم از طریق تماس تلفنی استفاده می‌شد. این داستان بر اساس از دیدنت خوشحالم. واقعا اقتصاد دوست دارم. خب بورس، اوراق قرضه، یه مدتی دارم دربارش میخونم، اما میگن تا تو اون طبقه کار نکنی چیزی یاد نمیگیری. آره این درسته. دانشگاه رفتن همیشه مهم نیست. قدرت تصمیم گیری مهمتره. پرداختیش خوبه و جای پیشرفتم داره. اگه بخوای میتونی بیای. من میتونم ترتیبی بدم تا 30 روز دیگه از بانک منتقل بشی. هم پولش بهتره و همین که کارش جدید. ولی ناراحت میشم از بانک بری. وای هریت، من میتونم روز جمعه تو دفتر ببینمت که دربارش حرف بزنم، یعنی بعد شیفتم هم میتونم بمونم. ساعت 10 صبح چطوره؟ عالی؟ این عالیه بازم واقعا. میخوای؟